حقایق معنوی آشکار شده توسط استادان معنوی عالم هستی. سفری به درون. واقعیت معنوی شما را به سفری منحصر به فرد میبرد، سفری که زندگی شما را تغییر خواهد داد، سفری پربار که به شما دانش و برکت خواهد بخشید. واقعیت معنوی برنامه‌ای است در باب مراقبه و تجربه آن. مادامی که این برنامه را تماشا می کنید کاملا راحت و رها باشید. تنها برنامه را نظاره کنید، تنها با آن سیلان پیدا کنید، در آن غوطه ور شوید. سعی نکنید آن را تحلیل کنید، کاملا با آن باشید. اگر فکری به سراغ شما آمد آن را دنبال نکنید. یک نفس عمیق بکشید، تنها با نفستان باشید. این کار فقط به خاطر شماست. ما در عالم هستی تنها ذره‌ای بیش نیستیم. هر یک از ما در زندگی به دنبال آگاهی، سلامت، آرامش، دانش، سعادت، هماهنگی و فراتر از هر چیز خواهان یک زندگی شاد و پربرکت در هر زمان و هر موقعیت هستیم. همه سخت در تلاشند تا به چنین شرایطی دست یابند، اما آیا چنین امری می تواند تحقق یابد؟ آری، ممکن است. و اما این هم تنها با درک انرژی کیهانی و خودشناسی امکان پذیر است. تولد، زندگی، مرگ و فراسوی آن. وجود ما آگاهی است. ما به عنوان ذره‌ای از آگاهی کیهانی به سیاره زمین وارد می شویم. مادامی که از منبع در حال آمدنیم، از کالبد اختری به عنوان ساختار خود واقعی بهره می گیریم. ما به سیاره زمین می آییم تا تجربه‌ای بی نظیر داشته باشیم. برای انجام این تجربه رحمی را برمی‌گزینیم. والدین، محیط و اوضاع را انتخاب می‌کنیم. خود واقعی به کلیت طرح حیات واقف است. پس از گزینش مادر، آن ذره آگاهی خود واقعی وارد رحم مادر می شود. پس از ورود آگاهی به درون رحم مادر، حیات در جنین دمیده می شود. کالبد فیزیکی بنابر انرژی کیهانی موجود در کالبد اختری و بنابر علت آن شکل می گیرد. آگاهی تا زمان وقوع اولین تنفس جنین به کهکشان، به منبع اصلی مراجعه می کند. پس از تولد از رحم مادر، نوزاد اولین تنفس خارجی را انجام می دهد. این امر تولد نامیده می شود. از اولین روز تولد تا 7 سالگی ما از وجود منبع آگاهی داریم. ذهن از 7 سالگی شروع به شکل گیری نموده
و در 14 سالگی کامل می شود. هوش یا فراست نیز از سن 14 سالگی شروع به فعالیت کرده و تا سن 21 سالگی به تکامل خود می رسد. از سن 21 تا 28 سالگی شخص ترکیبی از جسم، ذهن و هوش را تجربه می کند. زندگی از سن 28 سالگی به بعد بستگی به خودشناسی دارد. چنانچه فرد هوشیاری و اطلاعی در مورد خود واقعی نداشته باشد، آگاهی وی در میان جسم و ذهن قرار می گیرد و بدین خاطر در دورنج وی آغاز می گردد. او نمی تواند اوضاع را آنگونه که هست درک کند و همه چیز برایش بحرانی می گردد. وی در قالبی بی انعطاف و مکتوم شکل گرفته و سخت می شود. این سخت شدگی و عدم انعطاف جریان انرژی کیهانی را مسدود می کند و از این روی وی از بیماری جسمی، استرس و تنش‌های گوناگون در رنج خواهد بود. او روزهای زندگی را در جهل سپری می سازد و نمی تواند به مقصود واقعی حیات پی ببرد. آنگاه او ایام کودکی را پشت سر گذاشته به دوران جوانی و سپس پیری می رسد و در پایان بی آنکه به مقصود آمدنش به کره زمین رسیده باشد این جهان را ترک می کند. این همان چیزی است که ما آن را مرگ می نامیم. حتی پس از مرگ لایه‌ای از ذهن منجمد که دارای درکی غلط است اجازه مراجعه آگاهی به منبع را نمی دهد. و به دلیل همین درک غلط جهنم و بهشت خیش را برپا ساخته و در آنجا به صورت موجود کم مقداری از جهان اختری به سر میبرد. اما چنانچه فرد زندگیش را توأم با خود واقعی آغاز کند، همواره و در تمام شرایط زندگی قرین برکتی خواهد داشت. حتی پس از مرگ هم فرکانس های پایین را تجربه نخواهد کرد و به منبع باز خواهد گشت. با کسب دانش برتر از طریق چشم سوم،
سفر اختری و دانش زندگی و مرگ انسان به درک کاملی از جسم، ذهن، هوشیاری، خود واقعی و نیروی حیات خواهد رسید. او خواهد دانست که آگاهی ترکیبی از انرژی و دانش است. آگاهی به این سیاره خاکی می آید تا انرژی و دانش بیشتری به دست آورد و بیاموزد. اگر انسان همواره با چنین درکی زندگی کند، به درک بسیار برتری از هستی تمام آفرینش نائل خواهد شد. وی با چنین درکی به آفریننده‌ای معجزه‌گر بدل خواهد شد. آنگاه هر آنچه بگوید تجلی می‌یابد و هر آنچه بیندیشد متبلور می‌گردد و هر آنچه انجام دهد آفرینش خواهد بود. و این است حکمت.